تمرین نیروی حال، اثر اکهارت توله، تهیه کننده آدم مرادی. شما میتونید افکار، عواطف و واکنش‌های خودتون رو همین که پدیدار شدن با شریک زندگیتون در میون بذارید. به این ترتیب به عواطف یا ناخوشنودی‌های شناسایی نشده مهلت نمیدید تا رشد کنند و به صورت عقده در بیان. یاد بگیرید که بدون سرزنش کردن احساس خودتون رو ابراز کنید. یاد بگیرید که با حالتی گشوده و غیر تدافعی به یار خودتون گوش بدید. به شریک زندگی خودتون فضای ابراز وجود بدید. حاضر باشید. به این ترتیب متهم کردن، دفاع کردن، حمله کردن و همه الگوهای تقویت یا حمایت از نفس و برآورده کردن نیازهای نفس بی اثر میشن. ایجاد فضا برای خودتون و دیگران بسیار مهمه. عشق نمیتونه بدون این فضا شکوفا بشه. بعد از اون که این دو عامل مخرب رو از روابط بیرون کردید، یعنی دیگه بدن دردمند وجود نداره و خود رو با ذهن و موقعیت‌های ذهنی یکی نمیدونید. به شرط اون که شریک شما هم همین کار رو انجام داده باشه. شادی و نشاط رابطه شکوفا رو احساس میکنید. اون موقع به جای بازتاب درد و ناآگاهی خودتون به همدیگه، به جای برآوردن نیازهای معتاد گونه نفسهای همدیگه، عشقی رو که در اعماق وجودتون احساس میکنید، عشقی رو که ناشی از درک یگانگی با همه چیز هست، به یکدیگر میتابونید. این عشق متضادی نداره. اگر شریک زندگیتون هنوز خودش رو با ذهن و بدن دردمند یکی میدونه و شما رها شدید، چالش بزرگی در میونه. نه برای شما، بلکه برای یارتون. زندگی کردن با یک انسان روشنبین چندان ساده نیست، یا بهتر بگم چنان ساده است که نفس اون رو به شدت تهدیدآمیز میدونه. حتما به یاد دارید که نفس برای تقویت احساس جدا بودن که پایه و اساس وجود اونه، به مشکلات، کشمکش‌ها و دشمنانی نیاز داره. بنابراین ذهن شخص ناآگاه به شدت درمانده و ناخشنود میشه، چرا که دیگه در برابر دیدگاه‌های خشک و قطعی او مقاومتی وجود نداره و به همین دلیل اونها سست و ضعیف میشن و حتی خطر سقوط کامل اونها و در نتیجه از دست دادن خود پیش میاد. بدن دردمند طالب پاسخ و بازخورده، اما در این حالت چیزی نمیگیره و نیاز اون به جر و بحث، ماجرا و تضاد برآورده نمیشه. رابطه با خود رو کنار بذارید. چه روشنبین باشید چه نباشید، به هر حال زن یا مرد هستید و در نتیجه در سطح هویت ظاهری کامل نیستید، چرا که شما نیمی از کل هستین. این ناکامل بودن به صورت کشش بین زن و مرد، کشش بین دو قطب متضاد احساس میشه و به میزان آگاهی شما بستگی نداره. اما موقعی که در حالت وصل درونی هستید، این کشش رو به صورت سطحی و فرعی احساس میکنید. این به اون مفهوم نیست که نمیتونید با شریک زندگی خودتون و افراد دیگه رابطه عمیق ایجاد کنید. در واقع فقط زمانی میتونید ارتباطی عمیق برقرار کنید که نسبت به وجود آگاه باشید.
موقعی که آگاهی شما از وجود ناشی میشه، توانایی اون رو دارید که به ورای حجاب ظاهر متمرکز بشید. زن و مرد دارای یک وجود هستند. هرچند جسم شما همچنان نیازهایی داره، اما وجود نیازی نداره. وجود کل و کامله. چه خوبه که نیازهای جسم برآورده بشن، اما اگر برآورده نشند هم تأثیری بر حالت عمیق درونی شما نمیذاره. بنابراین برای یک انسان روشنبین کاملا این امکان وجود داره که اگر به نیاز اون به ارتباط با قطب دیگه، زن یا مرد، پاسخ داده نشه، در سطح بیرونی وجود احساس کمبود یا کامل نبودن کنه، اما همزمان در درون احساس کمال، خوشنودی خاطر و آرامش کامل داشته باشه. اگر نمیتونید در تنهایی با خودتون راحت باشین، برای پوشوندن ناراحتی خودتون به دنبال ایجاد رابطه خواهید گشت. اما مطمئن باشید که ناخوشنودی شما به شکل دیگه در هر رابطه‌ای جلوه‌گر میشه و احتمالاً شما شریک خودتون رو مسبب اون میدونید. تنها کاری که باید بکنید اونه که این لحظه رو به طور کامل بپذیرید. اون موقع در اینجا و الان با خودتون راحت خواهید بود. اما آیا لازمه با خودتون رابطه داشته باشید؟ چرا نمیتونید فقط خودتون باشید؟ موقعی که با خود رابطه دارید، وجودتون رو به دو پاره تقسیم کردید: من و خودم، فاعل و مفعول. این دوگانگی زائیده ذهن، ریشه اصلی همه پیچیدگی ها، مسائل و تضادهای غیر ضروری زندگی شما هستند. در حالت روشنبینی شما خودتون هستید، یعنی شما و خود به هم میپیوندین و یکی میشین. در این حالت شما خودتون رو داوری نمی کنید. دلتون برای خودتون نمی سوزه. به خودتون افتخار نمی کنید. خودتون رو دوست ندارید. از خودتون بدتون نمیاد. و حالا شکاف ناشی از آگاهی خودمحورانه درمان شده و طلسم اون باطل شده. دیگه خودی وجود نداره که لازم باشه از اون حمایت و دفاع و اون رو تقویت کنید. موقعی که روشنبین بشید، شما یک رابطه رو به کلی از دست میدید. رابطه با خود. همین که این رابطه رو کنار بذارید، همه روابط دیگه شما عاشقانه خواهند شد. بخش سوم: پذیرش و تسلیم. موقعی که به اون چیزی که هست تسلیم بشید و به طور کامل حضور داشته باشین، گذشته نیروی خودش رو از دست میده. اون موقع قلمروی وجود که توسط ذهن پنهان شده گشوده میشه. ناگهان سکونی عظیم و والا در درون شما پدید میاد. احساس آرامشی ژرف و بی انتها. درون اون آرامش نشاطی عظیم نهفته است و درون اون نشاط عشق نهفته است. و در درونی ترین بخش درون، اون مقدس، اون بیکران، هم اون که نمیشه به نامی خوندش، نهانه. 8. پذیرش حال. ناپایداری و چرخه‌های زندگی. چرخه‌هایی از موفقیت وجود دارند. زمانی که دارایی و پیروزی به سراغ ما میاد و همینطور چرخه‌هایی از شکست وجود دارند. زمانی که دستاوردها از دست میرند و تباه میشن و شما باید بذارید اونها برن تا برای پیدایش چیزهای تازه و بروز، تغییر و دگرگونی
جا باز بشه. اگر شما در این مقطع مقاومت کنید و به موفقیت خود بچسبید، به این معناست که از روان شدن در جریان زندگی خودداری میکنید و در نتیجه رنج خواهید برد. برای رشد نیاز به فروپاشی وجود داره. یک چرخه نمیتونه بدون چرخه دیگه‌ای پا بگیره. چرخه شکست بی تردید برای درک معنوی ضروری است. باید در سطحی عمیقاً شکست خورده باشید و از دست دادن و درد و رنج‌های شدید رو تجربه کرده باشید تا به بعد معنوی جذب بشید. شاید هم موفقیت براتون تهی و بی‌معنی و در واقع به شکست تبدیل شده باشه. در هر موفقیتی شکست و در هر شکستی موفقیت نهفته است. در این جهان، یا به عبارت دیگه در دنیای شکل‌ها، هر کس دیر یا زود شکست میخوره و بیشک هر دستاوردی به هیچ و پوچ منتهی میشه. همه اشکال ناپایدارند. شما میتونید باز هم فعال باشید و از ایجاد و نمایش شکل‌ها و شرایط جدید لذت ببرید، اما خود رو با اونها یکی ندونید. لازم نیست وجود خودتون رو به اونها وابسته کنید. اونها زندگی شما نیستند، فقط وضعیت زندگی شما هستند. یک چرخه میتونه از چند ساعت تا چند سال طول بکشه. چرخه های بزرگ وجود دارند و چرخه های کوچک. در درون چرخه های بزرگ بسیاری از بیماری ها در نتیجه جنگ با چرخه های کم انرژی که برای بازسازی ضروری هستند به وجود میان. تا موقعی که خودتون رو با ذهن یکی میدونید، اجبار و گرایش به اون که ارزش و هویت خودتون رو در گروی عوامل بیرونی مثل موفقیت و پیشرفت بدونید اجتناب ناپذیره. در نتیجه پذیرش چرخه‌های شکست برای شما غیر ممکن میشه. نمیتونید اجازه وجود اونها رو بدید. بنابراین امکان داره که شعور هستی به منظور دفاع از خود اختیار رو به دست بگیره و نوعی بیماری ایجاد کنه تا شما مجبور به درنگ بشید و بازسازی لازم امکان پذیر بشه. تا موقعی که ذهن شما شرایط رو خوب بدونه، خواه رابطه باشه، خواه مالکیت، موقعیت اجتماعی، مکان یا جسم، ذهن خودش رو به اون شرایط میچسبونه و خودش رو با اون یکی میپنداره. این وضعیت شما رو شاد میکنه، شما رو از خودتون خوشنود میکنه و امکان داره بخشی از اون کسی که هستید یا گمان میکنید هستید بشوید. اما در این بعد زوال پذیر هیچ چیز پایدار نمیمونه. اون وضعیت یا پایان پیدا میکنه یا تغییر میکنه، یا معیار داوری شما دگرگون میشه. یعنی اون چیزی که تا دیروز یا سال گذشته خوب بود، ناگهان یا به تدریج به بد تبدیل میشه. همون که شما رو شاد میکرد الان شما رو اندوهگین میکنه. رونق امروز زوال فردا خواهد شد. ازدواج و ماه عسل شادی آور به طلاق غم انگیز یا زندگی مشترک ناگوار تبدیل میشه. گاه شرایطی ناپدید میشن و در نتیجه نبود اون شما اندوهگین میشید. دگرگونی یا از بین رفتن وضعیتی که ذهن به اون چسبیده و خودش رو با اون یکی میانگاره برای ذهن پذیرفتنی نیست. ذهن به اون وضعیت گم شده میچسبه و در برابر دگرگونی مقاومت میکنه. با این تجربه حالتی به شما دست میده که انگار عضوی رو از بدنتون جدا کردن. این
به اون مفهومه که در واقع شادی و اندوه شما یکی هستند و فقط توهم زمان اونها رو از هم جدا میکنه. نشون دادن هیچ گونه مقاومتی در برابر زندگی به معنای واقع بودن در حالت وقار، راحتی و سبکیه. این حالت بستگی به وجود وضعیتی ویژه چه خوب و چه بد نداره. هرچه متناقض به نظر می رسید، اما هنگامی که وابستگی شما به شکلی ظاهری از بین بره، شرایط عمومی زندگیتون یعنی شکل‌های بیرونی بسیار بهتر میشن. اشیا، افراد یا شرایطی که گمان میکردید برای شادمانی شما ضروری هستند، حالا بی هیچ تلاش و تقلایی به سویتون میان و شما آزاد هستید تا زمانی که دوام دارند از اونها لذت ببرید و قدرشون رو بدونید. بی تردید همه این چیزها هم میگذره. چرخه ها میان و میرن، اما موقعی که وابستگی شما قطع شده باشه دیگه ترسی از نداشتن ندارید. در این حالت زندگی به راحتی جریان پیدا میکنه. خوشبختی وابسته به یک منشأ فرعی هیچگاه چندان عمیق نخواهد بود. خوشی فقط بازتابی کمرنگ از شادی و نشاط موجود در بودنه. در حالت عدم مقاومت آرامشی پرشور نهفته است. بودن شما رو به ورای قطب‌های متضاد ذهن میبره و از وابستگی به شکل رها میکنه. حتی اگر تمامی پیرامون شما به هم بریزند و از بین برند، باز هم آرامشی عمیق و درونی احساس خواهید کرد. شاید شاد نباشید، اما آرامش خواهید داشت.